سلام دوستان، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل من. توی این ویدیو اومدیم ماینکرافت سروایول در ماینکرافت چیز اسمش جاوا و دیگه بدراک پلی نمیدیم دیگه، از این بعد جاوا پلی میدیم. بله و آره دیگه، اونجایی که من هیچ فرم جاوایی بلد نیستم، کم کم در کنار هم یاد میگیریم. و قبل از اینکه ویدیو شروع بشه لایک کنید، کامنت بذارید و چنل رو سابسکرایب کنید. بریم سراغ ویدیو. خب ما اینجا اسپان شدیم همینجا و الان باید چوب بکنیم و بله باید زجر بکشیم. حاجی پشمام، اینجا چیه؟ جای عجیبیه، شهر عجیبیه. FPS هم چقدره؟ FPS هم 25 تا 27. اوکیه، فلش کنیم، اینجا هیچ کاری نداریم. بریم ادامه سفرمون. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. خب دوستان، من بعد از کلی پیاده روی و این چیزا بالاخره رسیدم به یه ویلیج. بعد همینجایی سرم انداختم، داشتم میگشتم، یه لاواپول پیدا کردم. اگه این لگ نخوره این بازی، اومدم اینجا پر لاواپول، این سوتی دادم که اینا obsidian شدن و یکم لاوا مونده. به روش اسپیدرانا یه پورتال درست کردم و بدون فیلینت همجوری با همین چوب و لاوا اینجوری پورتال رو یه جوری روشنش کردم. و آره یه همین کار زیادی انجام ندادم. یعنی میتونیم الانی که منابع جور کردیم میتونیم راحت بریم ندر و دیگه دغدغه‌ای نداریم که چجوری پورتال اوکی کنیم. خب الان بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینی که از این ویلیجر رو استفاده کنیم و بریم یه فارم آیرون بسازیم و قبلش یه چیزی درست کنیم که ویلیجر رو منقرض نشن. فکر کنم همین الان منقرض شده باشم پدرمون در میاد، واقعا پدرمون در میاد اگه منقرض شده باشم. و یه بچه ویلیجر دیدم، یه بچه ویلیجر. بله خب حالا میایم چند تا از این چوبا رو میکنیم. چقدر صفن به زور میچرخه صفم، سبحان الله. کرافتینگ میسازیم، میذاریم روی زمین و چند تا چوب درست میکنیم و قایق درست میکنیم. دوباره چوبا رو اوکی میکنیم اینجوری و قایقا رو میسازیم. اوکی خب الان این همین بچه ویلیجر بزنیم بزرگ بشه، بزرگاشونو میبریم. چقدر زیاد شدن. اوکی اینو خودشونو برید میکنن اگه نسلشون منقرض نشه. و سول آره اینجا خونه من بود.
اوکی این منابعمونه چیز جز اینو بیشتر از این چیزا نداریم کلا دارونی همینا رو داریم شب شد بریم بخوابیم